یه سری محصولات جدید گرفتم که میخوام اینجا امروز با هم امتحانشون کنیم. بریم با هم این لوک ساده رو که همه جا میتونیم بزنیم و همه میتونن عاشقت باشن باهاشو بزنیم و بیاییم. من در درجه اول رفتم لباسامو عوض کردم دیگه. اینا رو برداریم. خیلی حس خوبی میدن، حس خنک‌طور اینا. خب بزنم اینجا رو بردارم بزنمش کنم. هوا هم هنوز سرده، مخصوصا تو خونه ما که بیرون هوا آفتابیه، هوا هم اوکیه. اولین چیزی که میخوام استفاده کنم این سرم گلو رسیپی هستش. اسمشو براتون روی صفحه می‌نویسم. این سرم فکر کنم گرون‌ترین چیزی که تا خریدم، یعنی بین این خریدام این شکلیه. هم خوشگله، خیلی از بسته‌بندی گلو رسیپی خوشم میاد. میگن که پوست رو گلویی میکنه. حالا ببینیم راست میگه یا نه. یه بوی تازگی میده. داشته بندم. اوکی، پوستم واقعا دیگه. این پوست خودمه با مرتوب کننده اینه. خب تا الان خوب پیش نمیره. بعدش هم اومدم به پیشونی نمیخواستم زیاد بمازم، خودم هم با آینه نگاه کنم. حالا نمیدونم جذب بشه کم میشه یا نه از این گلوی بودنش. همونطور که میبینید من صورتم خیلی لکه های جوش داره، خیلی زیاد. کانسیلری که گرفتم اینه، از هودا بیوتی گرفتم این کانسیلر رو. فقط همین کانسیلر رو داره، فقط فول فیلتر. این رو برای زیر چشمم گرفتم، این مقدار روشنه، برای همین روی لکه هم اول میخوام یه کانسیلر رنگ پوستم بزنم و بعد کرم پود بزنم. کرم پود هم میخوام اینو بزنم. این هم گرفتم از کاتریس، مدل این از این لیکویداست، HD Liquid Coverage. اینو سالها پیش داشتم و خیلی کاورش خوب بود. خب ماته، الان نمیدونم حالا این ماتی این روی گلوی بودن هم تاثیر میذاره یا نه. من الان یادم اومد یه دونه کانسیلر دیگه هم خریدم. حالا بذار ببینم اگه این رنگ پوستم باشه اینو میزنم، چون فکر کنم خیلی رنگ نچرال طوری گرفتم. حالا بزنم ببینم چطوره. خب آندرتونش اصلا با من یکی نیست، برعکس چیزی که روشه، اینجوری که از توی قوطی معلومه. خب وقتی بلند میشه خیلی معلوم نیست، چون که کرم پودر مایه اول یکم همش بزنم. این دیگه باید واقعا رنگم باشه، چون که اصلا اسمش هم همونه که من همیشه از همه رنگ همه چیزا میگیرم. آره این خوبه. امیدوارم که همین یک ذره کفایت بکنه. بریم بدون از این براشای تخت بلندش کنیم. من کلا آدم چیزی نیستم، بیوتی بلندری، همه چیز رو با براش میزنم، چون که بیوتی بلندر اکثر مادر رو میگیره به خودش و خیلی کاورش رو میاره پایین. ولی یه نکته هم بگم، وقتی که دارید با براش میزنید اصلا نکشید براش رو، فقط همینجوری تپ 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 بزنیدش. همونطور که میبینید من اصلا زیر چشمم نمیزنم اینا، فقط میخوام کانسیلر بزنم زیر چشمم، تو پیشونی من راستی باید بزنم. نه اینجا جلو دوربین میزنم، بقیه‌اش میرم توی آینه که یه جایی مونده یا درست بلند نشده اونجاها رو هم بلند بکنم. بچه‌ها برای که من بتونم کاور نهاییشو بهتون نشون بدم بذار یکم زوم کنم. چه زوم نمیشه؟ شد. این کاور نهایی کرم پودر است. به نظر من که خیلی رویاییه، خیلی خوبه. خب چون الان من پوست پرفکتی ندارم دیگه، می‌بینین اینا کاور کرده، اصلا میرم دورتر، قشنگ کاور و ایناش خیلی خوبه، خیلی راضیم. بعد می‌بینین این گلوی اون زیریه هم هنوز هستش، داره یه مقدار زیادی، با که این ماته و برای پوستای اگه پوست چمدانی براتون خیلی خوبه. اگه مثلا پوست خشک دارین قشنگ زیرش همین کاری که من کردم، زیر سازی خوب بکنین.
خب حالا اینو که زدیم بریم سراغ برانزر. من برانزر جدید ندارم، از همون قبلی ها استفاده میکنم. این مال کیکوه، از این استیکای برانزر سکالپتینگ تاچ این شکلیه. خب حالا بزنیمش و بعد بریم سراغ روژه کنه. من این استیکی ها رو هم دیگه الان که صورتم خیلی چیز شده، حالت تریکی شده دیگه، الان تو تایم خوبی نیست، اینا رو هم الان دیگه مستقیم نمیزنم روی پوستم، چون که پوستتون وقتی سالم نیست از بین مثلا 100 تا چیز فقط یکی بهش میسازه. واسه همین بچه من واقعا این سکیوریتی پیدا کردم نسبت پوستم، مخصوصا با دوربین این گوشی که این شکلی من نشون میده. خونمونم تو نور طبیعی واسه خیلی بهتره، ولی ما خونمون اصلا نورگیر نیست به هیچ عنوان. یعنی حتی روزایی که همه جا آفتابیه ما باید تو خونه لامپ روشن کنیم. در این حد اون طرف من بزنم. البته کم زدم. من عاشق برانزرم. این براش هم براش خیلی مناسبی نیست براش، ولی منتها هستی همشونو هنوز بزنم، خیلی کم زدم. این هستی به همشون بلاش مالیده، فقط این تمیز بود. و بشورمشون که حال داره بشوره. دماغم حالا بکنم اوکی باشین. من دماغم هیچ وقت کانتور خاصی نمیکنم، فقط همین برانزر بهش میزنم که برای یکم قهوه‌ای بشه. ما عمل کردیم که کانتور اینا نخواد دیگه، نه؟ برای بلاش من بلاش کرمی بلاش کرمی بلاش مایه ندارم جدید، از همین قبلی هم میزنم. بعد از واسه پودری از اون جدیده میزنم، یه دونه از سفارو گرفتم. من کانسیلر رو بعد از بلاش رو میزنم، چون که من اینجوری وقتی اگه بلاشت زیاد شده باشه یا حالا کلا زیاد هم که نباشه، این باعث میشه که خیلی طبیعی، خیلی یه جور باحالی بلند بشن همشون با هم. مثلا همین کانسیلر میذارم مثلا آخرین قسمتش. اینه پکیجینگ رویایی. من کلا هودا بیوتی از برندهای فیوریتمه، خیلی خوشم میاد ازش. کلا برای من میزنه، سبک من، فول فیس. خب زیاد نمیخوام بزنم، با کم شروع کنیم ببینیم کاورش اینا چطوره. من خیلی خوشم میاد از این برند، دارم خوب میبینمش، یعنی که خیلی قشنگ روشن کرد چشممو. اینه که میخوام بیام نزدیک با شما بزنم خودتون ببینید. میبینید الان بلاش چقدر کمتر شده، چون این کانسیلر میاد روش. بعد تازه بیکم که میکنی یا ست بکنی، من بیک نمیکنم، ستش هم که بکنی دیگه باز کمتر میشه. من میتونی یه دونه بلاش پودری هم بزنی روش. بچه من خیلی خوشم آمد از کانسیلره. یعنی حس میکنم هایپی که بهش میدن چیزه واقعیه. البته انا رفت تو شروع کنم، پس بده زود ستش کنم. ستش هم میخوام با این پنکیک ری بیوتی بکنم. چیز در واقع فینیشینگ پاودر هم که توی تیک تاک گفته میشم نشونتون داده بودم. اگه زیر چشمتون نازک و چروک و خشک و ایناست اینجوریه. فینیشینگ پاودر، کامپرس فینیشینگ پاودر هستش مال ری بیوتی. این شد نتیجه کانسیلر به پنکیک ما. حالا برای چیز بلاش پودری، این بلاش سفورا رو میخوام بزنم. شیدشو ننوشته، بکنم رو قوطیش بوده، من قوطیش انداختم دور. از همین بلاش دوباره میزنم. میخواد چه دونه آینه داره بتونم توش نگاه کنم. بچه زیر چشمم تا فعلا خوبه، حالا ببینیم بعدن چطوره. یکم هم از این بلاشه میزنیم، چون همه با کانسیلر رفت میش به سمت بالا، چون که صورتمون گرده هم یکمی کشته به نظر بیاد. بچه ها خب من میکاپ چشممو کردم، فقط خط چشمو ریمل بود. سایه اینو دقیقا نمیزنم، یه فقط یه قهوه‌ای میزنم. این خط لب مال ریفایه،
این بریه. بچه ها چه شیدیه که بهتون بگم؟ حالا بعد فان، چه شید فان هستش معلومه؟ حالا براتون می‌نویسمش رو صفحه. اینو میدونید من کی خریدم؟ شاید باورتون نشه ولی توی بلک فرایدی و هنوز استفادهش نکرده بودم. همونجور تو جواز بود. همین گفتم نه امتحانم که تمام بشه من خواستم برم بیرون اونا موقع خوشحالی کنم اینو در بیارم باز کنم ببینم. یه دونه سر چیز داره، خط علم داره، حالا اون یکی سرش هم بهتون نشون میدم. رنگش خیلی خوبه، یعنی اصلا اوناست که من همیشه میزنم، نه خیلی تیره نه خیلی سرد نه خیلی گرم. دیگه از خودشم به عنوان خط علم یعنی رژ میخوام استفاده کنم کلا. شمش وسط. حالا یه دو سه تا رژ دارم از اونا تهشونه مال چیزن، مال نیکسن، حس میکنم به این میان ولی چون رنگش خیلی قشنگه دلم نمیاد خرابش کنم با هیچ رژ دیگه ای فعلا. رنگش خیلی طبیعیه، من خیلی خوشم میاد از این رنگ. حالا اون سرش که بسته نمیشه، اون یکی سرش اینجوریه، یه مایه ای داره. خب اینو که میزنی روش میذاری خوش بشه دیگه ماندگاریش خیلی زیاد میشه میگن یعنی. حالا ما بزنیم ماتش کرد. این از لوک نهایی من. بزنیم نزدیک قشنگ کرم پودر و اینا رو ببینید. خب حس میکنم که از خریدم خیلی راضیم، یعنی قشنگ یهویی نرفتم همجوری یه چیزی ببینم بخرم. خیلی وقت روی همشون تحقیق کردم که رو پوست نازک حساس خشک اینا چه کرمی میاد، چه کانسیلری خوبه و اینجور چیزا، و اینکه حالا که مثلا من جای جوش و اینام دارم فعلا چی باید بزنم که قشنگ کاورشون کنم ولی حالت کیکی هم بهم نده. ولی به نظر من فقط به خاطر محصولات نبود که این لوک اینقدر خوب نشست روی پوستم، بلکه به خاطر این بود که من دیروز ماسک گذاشتم، بعد مرطوب کننده و سیکاپلاست اینا زدم گرفتم خوابیدم و الانم قبل از میکاپ هم از این آی پچا گذاشته بودم و همین که دولای مرطوب کننده و سرم و آبرستان اینجور چیزا زده بودم. یعنی حس می‌کنم همشون با هم دست به دست هم دادن که یه همچین چیزی درست بشه. و خلاصه اگر سوال داشتین و اگر لوک خاصی مد نظرتون بود و خلاصه نظرتون راجع به میکاپ به من بدید توی کامنت ها، همشون میخونم جواب میدم. تا ویدیو بعدی خداحافظ.